با به دست آمدن صاحب استقلالی سال 1993 مکتب جمهوریوی مهارتش عالی ورزشی فوتبال دیگر باره احیا کسب کرد و باید بگویم که این مکتب در همه دور و زمانها به خاطر آماده کردن بازیگران حرفه‌ای برای دسته‌های ملی کشور خدمت کرده است. بچه‌های سن 16 ساله که سال پار برای گرفتن مدال‌های نقره در چمپیونات آسیا مشرف شدند اصولاً دستپروران همین مکتبند و ده ها نفر بازیگران دیگر را میتوانست نام برد که در میدان‌های سبز هم کشور و هم قاره آسیا شرف و ناموس فوتبال ملی را حفظ کردند و اصولاً آبخورده‌های همین مکتب جمهوریوی مهارتش عالی ورزشی میباشند. و امروز برنامه فوتبال تاجیک آمده ایم درباره فعالیت این مکتب برای شما قصه کنیم. اصولاً مکتب در دوران شوروی نیز فعالیت میکرد، اما فعالیت آن بعد صاحب استقلالی کشور قوی تر گشت، زیرا اکنون مکتب برای دسته های لیگ دوم و یکم، لیگ ملی و منتخب های کشوری عزیزمان بازیگر آماده میکند. در مجموع در همین مکتب چند گروه هست؟ در مجموع 20 گروه فعالیت دارد که 220 نفر دستپروانان مکتب در این شاگردان با فوتبال مشق می‌ورزند. باید گفت بچه‌ها در میدانچه‌های نوبنیاد نزد ورزشگاه مرکزی و هم میدان ذخیروی نزد ورزشگاه مرکزی مشق و تمرین می‌کنند. در مکتب 11 مربی صاحب تجربه در 20 گروه و بچه‌ها درس فوتبال می‌آموزند. در عموم 124 نورسان در اینجا به مشق فوتبال جلب شدند. با گفت مربی سفر رحمانوف بچه‌ها با شوق تمام مشق می‌کنند. در اینجا یک گروه میباشد، این بچه‌ها سن سال 14-15 ساله میباشند. به جای مشق و تمرین شد از ساعت 7:30 پگاه روزی میبیان تا ساعت 9:15 رو. خب چقدر شوق و ذوق بچه‌ها؟ شوق ذوق بچه‌ها بیاد بسیارتر خوبتر هستند. بچه‌ای که شما دیده ایستادن این بچه بهترین میباشند. 2-3 مرتبه چمپیون ریسپوبلیک اینا. باز در کدام مسابقه شرکت کرده بودند؟ با نزدیکی در میدان دوشنبه آرینا بازی بین المللی شد. دسته همین که شما دیده ایستادن سزاوار جای یکم گشتند. من با بچه‌ها تکنیک فوتبال رو بسیارتر میدیم که از کودکی تکنیک فوتبالشون نقص شود آینده خوبتر میشود. اینا ما اوستا اینا مثال از ماه ینور فوریه اوستا فیزیکا میتیمشون. باید گفت از پروران این مربی عین زمان شامل منتخب کشور میباشند. در وقت اوزیره 2 نفری که از همین مکتب برآمد احسان پنجشنبه و تبریز دولتمیر در منتخب جمهوری تاجیکستان بازی میکنند. اکنون ما در حلقه بچه‌های سن 14 ساله و 15 ساله در اینجا قرار داریم و چگونه که مربی ایشان در اینجا عرض داشتن شوق و ذوق بچه‌ها با فوتبال خیلی زیاد است. درست گفتیم؟ بله. چی نام داری؟ من صفیف احمدشاه در مکتب جمهوریوی مهارت عالی ورزش مشق و تمرین طول 4 سال است که مشق و تمرین میکنم. من سوال نداده الکی گفت ها؟ استاد من رحمانوف سفر به من طول 4 سال است که مشق و تمرین میدهد و من از فوتبال خیلی پیشروی کرده ایستادم. باز کی پیشروی کرده است بچه‌ها؟ چی نام داری؟ سفر محمد سعید. محمد سعید. تو چند سال شد که در فوتبال مشق میکنی؟ 1 سال. 1 سال شد. تو چند سالی؟ من 5 سال. 5 سال شد. در یگان مسابقه شرکت کرده ای؟ در کدام مسابقه؟ در مسابقه ریسپوبلیکانسکی شهری خیلی در دوشنبه آرینا بسیار خوب آزمایی کرده ایم. چند گل زدی در مسابقه؟ در مسابقه دوشنبه آرینا 6 تا. 6 گل زدی؟ با دروازه کی گل زدی؟ با دروازه کالخوز روسیا ارشسم 1 دینامو دیگران. بچه‌ها باز کی گل زده است؟ چند گل زدی؟ 13. 13 گل زدی؟ در کدام موسم گل زدی؟ در مسابقه در شهری در دوشنبه آرینا. در دوشنبه آرینا با دروازه‌های کدام دسته ها گل زدی؟ سیتورا ارشسم 1 کالخوز روسیا و غیرها.
و غیره ها. از همون گلی خوبی که زدی در خاطرت مونده است گل به دروازه کی بود؟ با سیتولا به دروازه سیتوره. با کدام اسلوب گل زدی؟ با کلا با کلا گل زدی. آفرین. بیشتر با کدام اسلوب ها گل زدن رو دوست می‌دارید؟ از همه حملگران ما کی هستند؟ کو بچه‌ها کی حملگر؟ یک نفر باکسی حملگر. چی نام داری؟ علوف ابوبکر ابوبکر حملگرای تاجیکستان خوب میشناسی؟ حملگرای زوری تاجیکستان کیوان؟ محمد جریف احسان پنجشنبه و غیره و غیره ها. با کی مانند بودن میخواهی ابوبکر در فوتبال؟ با احسان پنجشنبه. اگر بالاتر گیریم از فوتبال بازان بزرگ دنیای با کی مانند بودن میخواهی؟ با رونالدو. خب بچه‌ها کی باز با کی مانند بودن میخواد؟ با کی مانند بودن میخواهی؟ با مسی با مسی. تو چی؟ با رونالدو. تو چی؟ با نیمار. تو چی؟ سرخیو راموس. با کی؟ با رونالدو. تو با کی مانند شدن میخوای؟ با مسی. تو چی؟ با مسی. چند نفر با مسی مانند بودن میخواد؟ چند نفر با رونالدو مانند بودن میخواد؟ نقشه ها چی است بچه‌ها؟ کی در کدام دسته در آینده بازی کردن میخواد؟ در بارسلونا در بارسلونا میخواد بازی کند. آفرین. تو چی؟ در استقلال. تو چی؟ ریال مادرید. تو چی؟ ریال مادرید. تو چی؟ در زینیت. تو چی؟ چلسی تو چی؟ در یوونتوس تو چی؟ بارسلونا. دوستان عزیز، من آرزو میکردم که در آینده های نزدیک من همین بچه ها رو در هیئت دسته های بزرگ دنیوی که گفتند یوونتوس، چلسی، بارسلونا، ریال، زینیت، متاسفانه کسی اسپارتاک نگفت، در اسپارتاک ببینیم. و البته چون اینها در اونجا بازی میکنن این شرف فوتبال تاجیک است. ما فوتبال رو دوست می‌داریم بچه‌ها؟ بله. قابل ذکر است که با بچه‌ها اصولا مربیان حرفه‌ای مشق می‌دهند و بچه‌ها نیز می‌کوشند دستور مربیان را پورا اجرا نمایند. بچه‌ها در گروه زین‌الدین رحیمی با ما از ذوق فوتبال دوستداری خود و چگونه به فوتبال آمدنشان قصه کردند. چی نام داری؟ محمد جان، تو را به فوتبال کی آورد؟ خودم آمدم فریدک جورم قطعش میرفتم گفته که بیا زورای بازی بیا قطعی ما هر بازی میکنه. در خانه‌تون فوتبال تماشا میکنن؟ کی تماشا میکنه فوتبال؟ آتام ما اپام. با کی مخلصی میکنه؟ یوونتوس. با یوونتوس. همه با یوونتوس مخلصی میکنند. نه یخلا ای بارسا. یخلا ای بارسا. خب چند سال شد که مشق میکنی؟ یک سال شد. یاد گرفتی فوتبال؟ در کدام موقع میدان بازی میکنی؟ محافظتگر هستی یا که حملگر؟ حملگر. چی نام داری؟ دله جان، چند وقت شد که مشق میکنی؟ 2 سال شد مشق میکنی. تو با فوتبال کی آورد؟ پدرم پدرت کی است؟ رستم. وای فوتبال باز است؟ نه چی کار میکنه؟ ذوق فوتبال دارد. خب در کدام موقع بازی میکنی؟ محافظتگر. کدام مشق را در اینجا اجرا میکنی؟ کوادرات، استنکا. اجرایش کدام مشق برای تو معقول است در جان؟ استنکا زبیگانی. استنکا و زبیگانی؟ کوادرات. در جان در کدام مسابقه ها اشتراک کرده ای؟ در همش. در کدام ها آخه؟ من از سال پار در کدام مسابقه اشتراک کردم؟ 2016 در کوب کیلوکایل اشتراک کرده بودم و در دیگر چمپیونات ها. یگان گل زدی در اونجا؟ چند گل زدی؟ همگی 6 گل. آینده در کدام دسته ها میخواهی که بازی کنی؟ استقلال. در استقلال میخواهی بازی کنی؟ بسیار خوب. خوب مشق فوتبالت به خانه‌شت خلل نمیرسونه؟ نه. کدام فن بسیار دوست می‌داری؟ الگبرا. در جان برای تو موفقیت. من باوری دارم که در سالهای نزدیک تو را در هیئت استقلال می‌بینیم. سلامت باشی. چی نام داری؟ سیاوش. تو را کی آورد به فوتبال؟ پدرم. فوتبال بازی دوست داشتت کی است؟ رونالدو. میخوای با رونالدو بلند شدن؟ بله. مثل رونالدو با اصطلاح همون چلسی به گل زدن میتونی؟ بله. یگان بار کوشش کرده ای؟ بله. در کجا؟ در اینجا و در پیش خونه‌ام. در پیش خونه‌تون؟ در پیش خونه‌تون هم بازی میکنید؟ تو در کدام کوچه زندگی میکنی سیاوش؟ در مشفقی 113. مشفقی 113. در اونجا هم همین خیلی میدانچه هست سیاوش؟ بله. ساختن ها؟ بله. شما در اون میدانچه بازی میکنید؟ بله. با کی بازی میکنید؟ با دوستانم. با دوستانت؟ دوستانت هم فوتبال دوست می‌دارن؟ آفرین سیاوش جان، برای تو موفقیت. هم صحبت من امید و با ادعای امید او از همه خوبتر در همین هیئت دسته
با اصطلاح ژانگلی رو کردن میتواند. درست گفتم امین جان؟ حال حاضر ما یک توپ با امید میدیم و از او خواهش میکنیم که برای ما همین هنر را نشان بدهد. اما قبلا امین جان کی به فوتبال آمدی؟ 2016 آمدی. در کدام مسابقه اشتراک کردی امین جان؟ در دوشنبه آرنا اشتراک کردی؟ گل زدی؟ چند گل زدی؟ 8 گل زدی. آفرین. در خانه شما فوتبال دوست می‌دارن؟ کی تماشا میکنه فوتبال؟ پدرت با کی مخلصی میکنه؟ آرسنال. با آرسنال. تو چی؟ بارس. تو با بارسلونا مخلصی میکنی. از دسته‌های تاجیکستان چی؟ استقلال. با استقلال مخلصی میکنی. خب با کی منام شدن میخوای از بچه‌های استقلال؟ فتلوف. با فتلوف. از دسته‌های دنیوی چی؟ از بازیگران دنیوی چی؟ مسی. با مسی. مثل مسی ژانگلی رو کردن میتونی؟ بله. حاضر میبینیم. خب من میخواستم یک توپ بدهم. من بچه‌ها چگونه که وعده کردیم حال حاضر امید برای ما هنری توپ بازیش رو نشان میدهد. سر اول من اجرا میکنم بعد تو. قبول است بچه‌ها؟ باز کی میتونه ژانگلی رو کرده به اصطلاح؟ تو. آفرین. حال حاضر یک مراتب من بعد شما. کسی از من زیاد ژانگلی رو کرد انا همین توپ نصیبیو. قبول کردیم بچه‌ها؟ رفتیم. من آغاز میکنم. 1 2 3 4 5 اوی ایمن 5. اکنون هنری امیده میبینیم. رفتیم. 1 2 3 4 خب یک تا خواهش میکنم. خواهش میکنم. دورتر بچه‌ها. رفتیم. 1 2 3 4 5 19 با یک نفر دیگر. شد. من رفتیم. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 یک نفر دیگر. نشد. در اینجا ما یک مسابقه کوتاه برای توپ بازی دایر کردیم. بعد در این مسابقه ما اسلام غالب آمد و غالب آزمون ما صاحب من همین توپ می شود. اسلام برای تو تبریک. چند سال است که مشق میکنی؟ 1 سال است مشق. تو با فوتبال کی آورد؟ مادرت آورد. مادرت مخلص فوتبال است؟ نه. تو فوتبال در تلویزیون دیدی آمدی یا که بچه‌های همسنفت آوردن؟ من خودم میخواستم که فوتبالیست شوم و خیلی به این شوق داشتم. مادرم را گفتم و مرا به اینجا آورد. آفرین. چند سال شد که مشق میکنی؟ 1 سال شد. فوتبال یاد گرفتی؟ بله. کجای فوتبال با تو معقول است؟ همه جاش. در کدام میدان در کدام موقع بازی میکنی؟ تو حمله‌گر هستی، محافظتگر هستی، نیم محافظتگر هستی؟ نیم محافظتگر. میخوای نیم محافظتگر باشی یا که حمله‌گر؟ حمله‌گر. در یگان مسابقه شرکت کردی اسلام جان؟ بله. در کدام مسابقه؟ مسابقه در دوشنبه آرنا. یگان گل زدی؟ بله. چند گل زدی؟ 2 در آینده در کدام دسته میخوای بازی کنی؟ در ریال مادرید. در ریال مادرید یوونتوس. یا یوونتوس. اگر دسته های تاجیکستان تو دعوت کنن به کدام دسته میروی؟ استقلال. به استقلال. اسلام جان مبارک باشد برای تو. بچه‌ها خیر شما مشق را ادامه بدهید. چگونه در بالا ذکر کردیم با بچه‌ها مربیان با تجربه درس فوتبال می‌آموزند و شاگردان ایشان امروز در هیئت دسته‌های حرفه‌ای مملکت بازی می‌کنند. هم در خارج بازی میکنن، هم در یکچین جمهوری تاجیک بازی میکنن، در دسته استقلال بازی میکنن، در 19 سالایی که حاضر بازی کردن در دسته المپی، در دسته المپی هستن. همچنین در دسته 16 سالایی که حاضر با بلاروس سفر میکنن، در اونجا 2 نفر شاگردای ما هستن. رجب رسولوف میگوید فوتبال تاجیک از اینجا آغاز می شود و این مکتب برای فوتبال کشور خدمت‌های بزرگ کرده است. فوتبال ما از همین جا سر میشه، از دسته ارشبسیم، اکادمیا، دستایی که در سوخت هستند و یا که مکتب جوانان هستند، همین جا همین اگر دستگیری با نسبت با پیش با بسیارتر شوند، اگر دستگیری با برای یکچین جمهوری تاجیکستان بسیارتر بازیگرای بالای خط وارد میرسونیم.
بسیاری متخصصان میگویند که اصلا ما ملت فوتبالیم و در اگر با اندک سعی کوشش از میان همین بچه‌های ما بازیگران حرفه‌ای رو تربیت کردن ممکن است. شما با چی نظرید؟ البته ما از وقتی شوروی بود اما وقت میگفتن که برزیلسکی تاجیک میگفتن ما هم خیلی هستیم برزیل ما از وقت کم نیستیم خدا و شکر همه شرایط ها هسته او چنو مثال کم بود مثال شرایط هازی با شرایط با هازی انا مسی تاجیکی پیدا میشه مسی رونالدو تاجیکی پیدا میشه بسیار بازیگر بهترین پیدا شده در حیات همه در سالهای نزدیک باز میبینی در سالهای نزدیک بسیار تالانت‌های زور یافتیم همین نگم که ای بسیار اومدن شاگردایی که در کوچه بودن هازی زخمان شدن اومده هستن از این پیدا شده است. بچه‌های شما در کدام مسابقه ها شرکت ورزیدند؟ دسته ما سال 2018 یو 18 دا باز کردیم هم یو 17 دا باز کردیم اكو دسته مکتب گویم هم یو 14 دا بودیم 15 دا هم بودیم همین دسته در ریسپوبلیکوی اشتراک کردیم. سلامت باشین موفقیت برای شما. رحمت. با یک نظر به هنر و مهارت فوتبال بازان نورس معلوم می‌گردد که زحمت مربیان بر عوض نرفته است. ایشان نازکترین قاعده‌های فوتبال را بعد از پروران خود آموخته از مهارت فوتبال بازان سرشناسی عالم مثال می‌آورند. چقدر که امپلیتود رادیوس گیومتر ما میدونید زیادتر باشه همون قدر ضربه سخت میشه. فهمیدید؟ تو پای کجا زدن در کار موبایل ای موبایل زدی تو نمیخیزه ای فلان زدی میخیزه گرینچه چیکار میکنه گفتی؟ گرینچه میره پوشه این سیریشان میکنه با این پوش میره این کاره باید همه اجرا کنه با برای فوتبالیست خوب شدن چیکار کردن درست خوندن در کن بعد بسیارتر مشغولیت ده بسیارتر چوب سدی کار کردن در کن همین بچه که کلی همین اجرا کنیم و پرزیدیم ما خواستیم در بین دو گروه فوتبالی این مکتب آزمون جام نامداران را در اینجا سازمان بدهیم و حال حاضر من میخواستم با بچه ها برای یافتن نام فوتبال بازان در اینجا آزمون را آغاز کنم. خب بچه ها بیاین سر اول دسته ها را نام میمونیم. شما دسته‌تون رو چی نام میمونید بچه ها؟ یوونتوس. من بچه ها علاکه لباس های یوونتوس پوشیدن و دسته خود را یوونتوس نام میکنم. شما بچه ها دسته رو چی نام؟ غالیبان. راضی هستیم بچه ها با غالیبان؟ حالی ببینیم. خب آزمونی نوبتی ما میان دسته های یوونتوس و غالیبان. کاپیتان دسته چی نام داری؟ گرم. کاپیتان دسته چی نام داری؟ ابوبکر و گرم در نزد منن و در صورت غالبیت این توپ با گرم یا با ابوبکر داده می شود. بچه ها نام بازیگران من آغاز میکنم. دسته یوونتوس که از قسمت راست من است ادامه میدهد و شما بچه ها از آخری حرفی نامی این دسته گفته نامی بازیگر گفته بچه ها ادامه میدهید و دانسته بگیرید که توقف همگی 5 ثانیه هست. در 5 ثانیه زودی در زود باید نام یک نفر بازیگر رو گرفت وگرنه مغلوب میشوید. بچه ها آغاز میکنیم. آغاز که کردیم من سر میکنم. احسانی پنجشنبه یه. خوب کی سر میکنه؟ از شما سر میکنیم. با حرف یه و ا میتوانید که بگویید. یه ایگواین ای است. ایگواین ای یه ا. اریکسون ان. ناچو او. اوبلاک. کین آفرین. ان. نه نصب فقط گفتن در کار. ان. نانی ای. ابراهیموویچ. چخ. آرام. خدیرا. آرام. اسنسیو. اوزیل.
لیانل اون مسی است. لینگارد ده. دی ماریا یا یک یا دو یا سه یا چهار یا یانگ گه اشلی یانگ گه بچو گه اشلی یانگ گه یک گه گریزمان نه ناچو بود نیمار رونالدینیو اوزیل بود اوتامندی ایسکو اوزیل بود یک دو اوبلاک بود سه اسکار یافتم بچه رونالدینیو گفتم رونالدو گفتن یک دو چهار پنج بچه های دسته غالیبان در این آزمون ما غالب آمدن. ابوبکر کجا شدی؟ منه تو به وعده کرده ای برنامه فوتبال تاجیک بعد دسته غالیبان سپرده میشد. بچه ها شما آزرده نباشید، در آزمون دیگر حتما شما غلبه میکنید. مبارک باشد بچه ها، مبارک باشد. آفرین. در میدان ذخیروی ورزشگاه مرکزی باشد چند گروه دیگر مشق میکنند. در اینجا برای تمرین بچه ها تمام شرایط ها مهیا کرده شده است، شروع از مربیان کسبی تا لوازمات مشق و تمرین. آغاز مشق از ساعت 7 ساعت آغاز میگردد. بسته اول از ساعت از ساعت 7 تا ساعت 12:30 بسته دوم از ساعت 13:30 تا ساعت 17:30 دوام دارد. همه مربیانی که در کار و فعالیت میکنند در مکتب جمهوری مهارت عالی ورزشی همه اونها جزوه‌نامه یعنی لیسانس دارند. لیسانس اس ا و ب دارند. شرایط خیلی که با شما با دستگیری کمیته جهانی ورزش و سویه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و فدراسیون فوتبال اما طرفه ما رو دستگیری میکنند. در یک گوشه میدان امانشاه سعادت سیرف با دروازه‌بان‌ها مشق میکرد و استاد با شاگردان طرز جهش و داشتن توپ اینچنین برگرداندن جریمه 11 متر را می‌آموخت. حاضر مشق‌های میکنیم که حاضر مشق نوبتی ما برای جهش یاد گرفتن جهش بلندی پریدن بلند پریدن. بیا رفتیم سر میکنیم یک تا دیگه دو آفرین تیار میشیم کمتر پیشتر رفتیم آفرین جهشی نست یک بار دیگه آفرین ظفر آماده هستی ممکن ضربه آفرین ظفر ضربه آفرین قریب بود که پیرو میگردون از همه الемент وزبین دروازه‌بان این 11 متر اگر ما ناز آماده باشیم ممکن که همین توپ‌هایی که میزنن ما میگیریم. دروازه‌بان‌ها رو ما در یک هفته 3 مرتبه یا اینکه 4 مرتبه تمرین میدهیم. با چه خاطر این کارها علاهیده گذرانده میشه؟ علاهیده در هر یک مکتب هست مهارت دروازه‌بانی. یعنی دروازه‌بان هر یک مکتب برای خود گروه دارد. آن گروه با خود 2 یا 3 دروازه‌بان دارد. هر یک معلم، هر یک مربی که در مکتب هست برای خود 2 یا 3 دروازه‌بان دارد. همون دروازه‌بان‌ها رو ما هر هفته در یک هفته 2 بار یا 3 مرتبه یا 4 مرتبه ممکن اگر زمستان باشد باد هوا رو نگاه اگر برف باشد اون کار کردن نمیشه. مثلا ما اونها رو من سرجم کردم اونها رو با اونها درسی دروازه‌بانی میدم. از روی کدام صفت‌ها بچه‌ها رو برای دروازه‌بانی قبول میکنید؟ برای دروازه‌بانی اساس ما برای از قد و قامتی اون از چالاکی اون کس از
بگویم از نوترسی آن دروازه‌بان ها رو ما از بین این مکتب جدا کرده به دروازه آنها رو جلب میکنیم. اما شو از همین دستپروران همین مکتب حالی حاضر در یگان دسته بازی میکنن دروازه؟ بله بله، در لیگ یکم، در لیگ اولی ما چند شاگردای من از این مکتب هم هست. برای همین هم من کوشش میکنم که در آینده چی در لیگ یکم چی در دسته های یکچین جوانان و نورسان و منتخب از مکتب ما دروازه‌بان ها بسیارتر باشند. یک سوال معمولی داشتم. خوب از روز فعالیت همین مکتب عموما همین مکتب برای فوتبال تاجیک چی داد؟ مکتب این اگر گیریم مکتب جمهوری مهارتی عالی ورزش یکی از مکتب‌های پیشقدم ترین به حساب می‌رود و برای فوتبال تاجیک فوتبالبازان بهترین را داده است و حالا ما در دسته استقلال و در دسته المپی و منتخب جمهوری می‌بینیم که دستپروران دسته مکتب جمهوری و ورزش عالی المپی خیلی بسیار است و من بسیار اگر مثال بیارم دلیر یادگورов اون جوانانی که ها در دسته منتخب هستند، احسان پنجشنبه، شریدین بابویف، این دستپروران دسته مکتب ما هست که آنها حالا مهارت خود را در دسته های منتخب نشان داده ایستادند. موفقیت برای شما. سلامت باشید. در میدان ورزشگاه مرکزی باشد منتخب 16 ساله ها تحت سروری زینالدین رحیموف آخرین مشق خود را قبل از سفر به کشور بلاروس برگزار می‌کردند. ما به خاطر تشویش ندادن بچه‌ها روند تمرین آنها را ثبت نکردیم و هم از صحبت با آنها خودداری نمودیم. اما زینالدین رحیموف به هر صورت در صحبت پیش از سفر عاید به مسابقه قریب الوقوع و آمادگی به آن برای ما چند حرف گفت. Так, мы начали свои учебно-подготовительные сборы с 20 декабря. У нас началась уже подготовка на чемпионат мира, как вы знаете, будет проходить в Перу. С 5 января мы начали заниматься специальной физической подготовкой. Вчера мы сыграли одну товарищескую игру с командой «Стеклол». Теперь мы в 19 числа вылетаем в Белоруссию, где мы встречаемся именно то, что нам надо, с европейскими командами. Это первая игра у нас будет с Белоруссией, вторая игра у нас будет с Бельгией и третья игра у нас будет с Финляндией. Ну, там по программе с какими командами нам уже предстоит играть. Но я думаю, что это нам даст большой, хороший опыт сыграть с такими командами, с европейцами. И сейчас вот будем стараться, чтобы нам выйти на африканские команды, чтобы почувствовать, какие команды в сборной Африки. И, естественно, с латиноамериканскими командами, там, например, или Бразилия, или Аргентина, ну, чтобы нам ребята почувствовали, что мы тоже хотим доказать, что мы таджики, мы тоже умеем играть в футбол. سال 2018 برای فوتبال تاجیک سال دستاوردی بزرگ و سال درخشی نوستاره‌های فوتبال محسوب می‌یابد. در چمپیونات آسیا میان فوتبالبازان 16 ساله فوتبالبازان تاجیک به گرفتن مدال‌های نقره شرفیاب شدند و در این دستاوردی بزرگ فوتبال ملت سهم مکتب خیلی بزرگ است. زیرا دستپروران این مکتب استخوان‌بندی منتخب 16 ساله‌های ما را تشکیل می‌کردند. پوشیدن است که ما با این هیئت همچون به هیئت اساسی این منتخب کشور در آینده‌های نزدیک نظر داریم و اگر چنین است پس در راه اجرای رسالت اساسی خود که آماده نمودن فوتبالبازان کسبی برای فوتبال ملی است، مکتب جمهوریوی مهارتش عالی ورزشی با سربلندی برآمده ایستاده است. اصولا دستپروران مکتب در ده‌ها مسابقات داخلی و بیرونی شرکت نموده شرف و نام فوتبال میهن را در عرصه عالم معرفی نمودند. این زمان 3 نفر دستپرور مکتب در هیئت تیم ملی، 9 نفر در هیئت دسته المپی، 15 نفر در هیئت منتخب 17 ساله ها و 6 نفر در هیئت منتخب فوتبال زنانه کشور برآمد دارند. اگر چنین است پس شرایط کاری مربیان و مسئولین این مکتب را باز هم میباید بهتر نمود، زیرا این زمان مربیان در یک اتاق تنگ فعالیت دارند و برای برگزار نمودن درس‌های شفاهی امکان ندارند. نبودن یک تالار مشقی با تجهیزات ورزشی که میباید فوتبالبازان سری هر وقت از آن برای تقویت بدن و حالت جسمانی خود استفاده کنند کار آنها را مشکل‌تر میکند.
аммо умедворем ки масъулин ба мушкили мактаб расидагӣ мекунанд, зеро он имрӯз ҳамчун пойдевори асосии футболи миллӣ барои рушду инкишофи футболи ватанӣ хизмат намуда истодааст.